مواد رو قراره کجا معامله کنم؟ من نمیدونم داداش چرا صدات اینجوریه؟ گفتم که مواد رو قراره کجا معامله کنم. الان مثلا چیه؟ صدای خفاشی دیگه، خفاش مثلا. صدات شبیه خفاش کرونادار جفتگیری کن با خروس. اسکول کردی ما رو. صدای خفاش همینه دیگه، صدای بالایی دارن، یه رزونانس بالا. خیلی صدای بدیه. من جلوی همه فامیلامون صدا در آوردم، خوششون اومد، خیلی حال کردن همه. بدی است. احمد بده. میخوای یکی دیگه برم ببینی؟ برو. بقیه مواد رو قرار کجا معامله کنن؟ صورت گویی. داریوش فرهنگ ترسناک نیست؟ خوبه. گوش کن. صدام سرگ از کلی شیر خوردم، من بدمنم. تو سرت کنه داریوش مسخره بقیه موادها رو کجا معامله خواهید نمود؟ بفرمایید. آن پلنگ های بیره نوستالژی دیگه، مثلا انگار دارم مستند تهیه میکنم ها. باحال دیگه. چیدن باحال نیست. سلام. مواد رو کجا معامله میکنید؟ المواد الحمل بقیه مواد کجا معامله میشه؟ هر دا مواد معامله الجنسی رو کجا؟ هر دا. کی از همه مواد تره؟ کی از همه